که درستش کنیم و مملکت هم حالا خوشبختانه یا متاسفانه همینی که هست و فقط یک راه داریم و اینی که ماها درستش کنیم و آقای مسخنده‌آری که این جمع رو دور هم جمع کردن با همین هدفه که بالاخره مملکت رو درستش کنیم و من اطمینان دارم که با همدلی و اعتقادی که ما همه داریم اون روز رو خواهیم دید که دولت مردان، نمیدونم نظامیان، مسئولین امنیتی و اینا که کارشون چیزای دیگه ایه، نه صحبت هایی که اینجا میشه، برگردن سر کارهای خودشون و کار رو به کاردان بسپارن. یعنی کی و چی؟ یعنی بخش خصوصی. ما تقریبا دیگه الان نمیشه چیزی رو پیدا کنیم که دولت یا اون چیزی که درست کردیم در فرهنگ لغتمون اضافه کردیم، خیلی هنر خصولتی اصلا نبوده این کلمه. خیلی از شماها یا به یاد داریم وقتی که این کلمه خصولتی درست شد که من یکی دیگه بعد از اون ابداع کردم، حکولتی. اینو احتمالا نشنیده بودین ولی واقعیت اینه که ما اینا رو عمل از خودمون در آوردیم و هر چه زودتر. راهی نداره کشور جز این که هر کس برگرده سر کار خودش و تنها راه رسیدن به رفاه و شکوفایی اقتصادی قطعاً تولید فناورانه است. حالا من نمیگم صنعت، تولید صنعتی،